سلام، خوبین؟ امروز آموزش یه آتش‌سوزا داریم با تینر و با صابون گلنار، یکی از فرآورده‌های صابون گلنار. خب بریم برای آموزش. صابون گلنار رو رنده می‌کنیم، حالا به مقداری که نیاز داریم. خب تینر گلنار رو رنده کردیم، داخلش می‌ریزیم. فقط مراقب باشین که زباله هاتون رو تو طبیعت رها نکنید. طبیعت مال هممونه. و در نهایت درش رو میبندیم، تکونش میدیم به مدت 24 ساعت تا 12 ساعت تا 24 ساعت میذاریم کنار. محلولی که به دست میاد